لیکن اگر انسان نمازش باطل نشد و به یک امر دیگر از نماز برآمدنی شد، مانند اینکه یک بنده نماز نافله خوانده ایستاده است، پدرش یا مادرش او را فریاد کرد، در این حالت آیا اجابت پدر کند یا مادر، یا نمازش را دوام دهد؟ قول صحیح مادامی که نماز نافله هست به پدر و مادرش یعنی اجابت کند، چون که جریج عابید وقتی که مادرش در نماز نافله که بود فریاد کرد، گفت که نمازم را دوام دهم یا به مادرم لبیک گویم و نمازش را اختیار کرد. وقتی که مادرش 3 مرتبه فریاد کرد که صدای نیست، بعد دعای بد کرد و دعای بدش اجابت شد در حقش. بنابراین اگر نماز نافله باشد انسان سلام میدهد، سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم رحمت الله، رفته پدرش یا مادرش اجابت میکنه، میگه لبیک، چه خدمت کنم؟ برای چی؟ برای اینکه خدمت پدر و مادر فرض است. نماز نافله حکمش نافله است، اون زیادتی از او فرض نیست. خدمت پدر و مادر بالاتر میستد از نماز نافله. در این حالت که نمازش حالا باطل نشده است، بنابراین سلام میدهد.